قرار داخل این ویدیو این تابلوی خفن رو با هم دیگه کمترین هزینه بسازیم که بریم حواسش رو ببینیم. خب طرحی که میخواییم رو میاریم. این طرح همین لوگو الکپاتو که چاپش کردم و نیاز داریم به سیخ چوبی و چسب قطره‌ای برای اول کار. خب سیخ چوبی رو میاریم و روی خط میذاریم و طبق اندازش برشش میزنیم. حالا باید دونستیم که من برش میزنمش. حالا یه قطره چسب قطره میریزیم و اون روی کاغذ میچسبونیم. و غیر همون قسمت رو صورت میچسبونیم. این قسمتی هم که کمی خمی دیگه داری و سیخ چوبی رو میذاریم تا قسمتی که وقتی از خط جدا بشه. مثلا به این صورت میذارم، قسمتی که کج شد برش میزنم و یه تیکه دیگه انجام میدم و برش میزنم چسب میچسبونمش به این صورت. ما کلش رو به این صورت انجام میدیم و همه رو میچسبونیم. خب این صورت تموز کاملش کردم. دایره ها رو هم از این کوچیک استفاده کردم و الان باید این قسمت هایی که با هم دیگه وصل میشه رو با چسب حرارتی کامل به هم دیگه بچسبونیم. خب با چسب حرارتی الان پوشوندمش که آماده است. الان باید بریم قسمت های اضافی کاغذ رو برش بزنیم که با یه قیچی همون قسمت های اضافی رو برش میزنیم. به صورت کامل تا حدی که امکان داره برش میزنیم. به این صورت یکم برش بزنم. خب حالا اینا رو باید بیاریم و این قسمت های کاغذش رو باید با فندک بسوزونیم که به این صورت که میبینید من چطوری میکنم روشنش میکنیم و میدونیم سریع بسوزه. نمیذاریم آتیش زیاد بمونه که سیخ چوبی ها نسوزن و اینو به این صورت کامل درش میاریم. به این صورت کامل میسوزونیم شون دریم. خب اینو کامل من اینطوری در آوردم هر دوتا رو که این دوتا دایره بیان که وسطش بود و با نتونستیم و با چسب حرارتی درستشون کردم که الان باید بریم دوتا نخ بهشون ببندیم و رنگ آمیزشون کنیم با اسپری رنگ کام. روی زمین نمیذاریم که دفعه نمیشه، باید روی هوا آمیزشون کنیم و رنگ کنیم. حتی وقتی هم که خوش نشده به صورت کامل خوش نشده دست نمیزنیم تا اثر انگشتمون روش نمونه. خب الان تکمیل شد. به صورت خیلی خوشگل. الان میتونید این قسمت هایی که اضافی هستم یا رنگ سفید بزنید یا کلا بردارید و روی تلخ اونا رو بچسبونید. خوشتون باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.